سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. روز دیگه با امروز اماکمون اینا برو اومدیم با تماشا. آواز بلبلا رو گوش کنید. اینجا در آلوچه گفتم که سیب خجو میبریم همین طرف تماشا میریم یک جای. انا دوستان عزیز، ما در یک جای هستیم که همه جا رو از یک تا تماشا میکنیم. اینه کوه بلندترین. نمیدونم ایادم برو اومد کوه فروش میگفتن. نگاه برف داره ته ابرودا. دیدین دوستان عزیز؟ اینه کوه فروش. ایتا پایان میکنیم. اینه قشلاقی روی کش اینه کم که کشتفته است اینه. اینه قشلاقی روی کش. ایتا تا میخوریم میایم. هی انا اکای در او طرف قشلاق را نمیدونم اکا هم قشلاقونه. همین هم قشلاق. همش. تا میخوریم میایم برادرها. میایم. انا قشلاق. حاضر. انا قشلاق. تا میخوریم با اونجا قشلاق. انا پایان قشلاقی دشت جمعه. اینجا دشت جمعه برادر. خیلی ختون طبیعت زیبا رو دیده استیم با چشماتون. اینه که ها رو بینید. هی اونو که ها رو بینید. خیلی کار که دیگه آهسته آهسته شما در نشان میتون تماشا کنید و حلاوت میبانید. اینه دوستان. اینه من با شما استراحتی با فراغت تماشای خوب تماشا کنید و حلاوت ببرید. برای شما همه که دشت و تپه و ایلاق تمام اینا رستنی ها درخت ها برای شما پیشکش کرده میشه. تماشا کنید حلاوت ببرید. سلام علیکم دوستان عزیز. با قدرت خدای خیلی شاخنام شناو دیدم باور میکنی؟ خواب باور کن خونه این خیلی بارون ها من ناو دیدم. این ببین سلام بودگل. این ببین راه ها در سیل آمده. همه جا سیل آمده است. این ببینیم برادرها. این خیلی بارون شد ناو دیدم با قدرت خدای. بچه این بارون رو ببین. قدرت خدای. شما دیدید این بارون ها؟ این سنجی تا میخوریم اینجا. این همش آلوچه و خوچ و چارمغز و همه چی هست. آخه جنگل ها هست که میدرید دیگه سر دفته ها نمیبینم. اینجا هم خیلی جواه. نه اون مروانده یه. انا دوستان عزیز اینه که مروانده. اینمو ای خود طرفی پشت هم مومین آباد یا؟ پشت هم که مومین آباد بوده برادرها. اینمو پیش میاریم. اینم که نام قشتاقه؟ خیلی دوستان عزیز این گوه رو بیده اگه جا چریده استن. دیدین گوه؟ تازه پریراده برای شما برادرها. اینه درین جنگل ها انگور های.
همه چی هست. باغ آبی، باغ راغ، درخت های شولش. این یا شولش نخه همش شولش میگن یارا. اینجا دا اولوچه رو بیچ خیلی سر بناوده بست داودمه اوقات که ماشین یه اولوچه رو میش پیش میارم ببینیم. این اولوچه بچه ها. اینی دلونه این دلونه نه اونا قایقه غوریکه کرده. این زمین سیب ببینیم بچه ها. پایون دا سیب نیش ایش آلو چه باشه آلو بولو باشه نمیدونم. این سیب پیش بیارم نگاه. نمی سیبه اگر دیده این سیبه من پایونی سیبه نگاه کنی سنجی تو تمام چی هست برو درست. Nagi çuva ne nagi? آن دوستان عزیز طرف میم اینجا هم قشلاقی روی کشا پایون شه اینجا کوی پیری ها بولو پشتش چه مومیا بود. آن دوستان عزیز این درخت هایی که شما میبینید اینجا این درخت های 95% خودرویی همش خودرویی های برادر. همه چی هست. همه چهار مغز اولوچه گلو سیب توغ تمامی چیه که هست همش خودرویی های دوستان عزیز. هم وقتش ممکنه که بابا ماشین اومده هم با مایده تخمش هم خیلی پنشت. این بالا اون چینور ها اصلا ببینید این چینوری پیره ایره بی چینور اینجا. دوستان عزیز مثلا اگر تو رو با چی محکم میکنی اینجا وقت شده ما چی میگفتیم ایادم برومان جلغین قمیش نه شیخ این شیخ این طرف هم شیخ گرفته گیریم شیخ میگن ایده اگر تو رو محکم میکنم مثلا شیخ چپر این درون قشلاق ده یعنی مقصد روی کش توت ایجاد توت بسیاره با توت چهار مغز و اینی توت پختنه اینجا نه مکتب دوستان از آخر رفتن میگیری تحت این بغوی همه چی هست آخر رفتن میگیری تا میگی همه چینی خوردن میگیری تموم خب با مزه شیرینه همه کی؟ اینجا که جای هست که هم خدا دو جای ده که داری بزرگ ده اینه بزرگ ده خورده رفتن میگیری که بزرگ نه که موجود پل متیجه به پلای نه خورده رفتن آخه وجود با پل میخری جده به پلای نه گرفته خورده رفتن میگیری میدونه ما سویا این دوستان عزیز اینجا جای غله کاریشون جای گندم اینه گندم این جورا
مقصد بین چهارمغز و بین همون چی ده با زمینه هسته که چی میشنونه زمینه هسته که گنده میشنونه اینه گنده میامش و گنده میجه نه و سرکشی دیسته اینه همه گنده اینه برادر اینجا میدونه گنده